خب سلام علیکم. یک منظره فصل دیگه ارغنکو بیشتر ما میگن نه داره چون داره سیاک سر کنم داره سیاک انا رو پارو هسته نه خونه بابا ایسا میگن ایره خیلی داره حیرونه انا پاره خیب شونه سونش خرزه اونجاش کپرکه اونجا ستانسه چی بود تلویزیون رو کوز نمیدونم کور میکنه نمیکنه نه اینه قدی نیده او تنمو بیده چشمه فصل اونه قد چشمه تازه هکی من خیلی کندگی بردگی انشنم خیلی من خیلی نمو راقتی نمو تگی راقتی میروم او من طرف بردگی او چشمه میخوان تازه اشرنگ و دا پراودش کدگی این ایشه این پونش کندگی ایشه هم بردگی هم خیلی وقت خونش هم آوه او بی تازه میزنی دم میگیری او خینگوه این خینگوه میگن این زمینه میشوندگی شونه اقراد میشونه این پیش ماسه باغه همه نمودی میواره داره مرود زردولی سیب همه چی داره خیلی میروه خیلیشم با همه ارعره پونی ارعره هم خیلی این ارعر هیچ نشوه میفروشن ارعر خیلیش قریب 200 میشه هم خیلی میشه این کروک همه ارعر شوندگی اینطوری انا سرکه وقتی شکور شویدی سرکه انا علمای گفتیم انا راهش هم خیلی میره رای ماشین داره راهش وزی ویرونه تکنیکه نمیره و خیلی میره پیاده اینا این باغه گفتیم من دونه باغه این سیپی ها مشکل که آبیش باشه که میکارن سی میکارن باه چوچک خیلی ها چینم داری نه زمینه چی سپارست انجا آلافتره خب ببینی چقدر کمه او خینگو اینجا شو میتوه او خیلی سوز نی درخت و غمیتی
آقا دایره مانید کمر چه همچه هم بالا میریم هم بالا میریم این زنبور های زنبور وطن زنبور های ده انا خینگو بچه مرکم شنونده ایش کچکه عروش هم زور شده نه تاریخه ایره منظره میگه خیلی برادر پناه تو بخدا در پناه علا باشین خدا نگهبان تو باشه و لایک پرسماتر فراموش نکنید